دانشگاه. یه عالمه لباس جمع کردم، یه ذره کمشون کنم چون خیلی ها رو نمیپوشم. همین دیگه دارم جمع جور میکنم. این بال مرغ که صاف شده. گردی همه خیلی عجله دارن. بودو دارن میرن قسمت پرواز. فقط ما هم نشستیم غذا میخوریم. رسیدم دانشگاه، دارم میرم دنبال کارهای خوابگاه. امیدوارم کارم زود را بیفته. مشکل دانشگاه بهم خوابگاه ندادن. فعلا برنامه اینطوریه که یه چند شب اینجا بمونم، یه اتاق مهمان بتونم بگیرم، یکی برم یه پانسیون همین اطراف پیدا کنم که وسایلم ببرم اونجا. چند وقت دیگه این داستان حل میشه، پس به فکر میکنم که فاطمه تو چند وقت دیگه اصلا دیگه این موضوع یادت نمیاد، حتی انقدر راحت حل شده است که وقت اگرم یادت بیاد کلی قرار بهش بخندی و اینکه بکنیم وای اون موقع چقدر این برای مسئله بزرگی بود و الان اینطوری نیست. پس الان هم اینطوری هم که قصه‌شو نخورونم میگذره مثل خیلی از اتفاقات دیگه. متنفرم از کارهای اداری. خب امروز اولین روز کلاسی بود، اولین روز دانشگاه بود. اومدم کلاسم رو رفتم، یه سری انتخاب واحد رو نکردم، عقب افتادم، بعد برام اونا رو انجام بدم. واسه همین الان اومدم آموزش، صرفا جهت نشون دادن اختلاف ارتفاع تو دانشگاه بهشتی. متوجهش هستین؟ حالا همین رو باید با شیب بری بالا. 15 آخرین فرصت انتخاب واحده که درست بشه کارام. آلارم میذارم که فراموش نکنم. الانم میرم خوابگاه که نهار بخورم، دوباره بعد از ظهر کلاس دارم. همین. کلاسم تمام شد امروز. یه سری خرید کردم، نون خریدم. برگردم خوابگاه، میخوام دوش بگیرم، لباسام باید بشورم، بعد نوبت بگیرم. استادمونم ازم خواست راجع به درس امروز هر چی یاد گرفتیم یه پاراگراف بنویسیم جلسه بعد بیاریم.
سلام علیکم. حوالیتون چطوره؟ من امروز رفتم کلاس، 2 ساعت بیشتر نبود. دوباره ساعت 1 کلاس دارم و الان اومدم خوابگاه. قبلش اینجوری بود که رفتم با اون استادمون که میخوام باش پایانامو بردارم صحبت کنم. کلی کار انتخابات و اینا هم داشتم، باید درست میشد انجامشون دادم. استادم هم دیدم ولی اینطوری بود که وقت ندارم، باید برم. شمارهشون رو گرفتم، یعنی خودشون دادن که با هم هماهنگ کنیم فردا با هم صحبت کنیم. امروز روز مفیدی بود. خیلی میترسیدم برام با استاد صحبت کنم چون خیلی کار زیادی انجام ندادم و چیزی واسه گفتن ندارم اونقدر. ولی خب نهایتاً باید صحبت میکردم دیگه، نمیشه یه سری کارا رو نکرد. بهتر از اینه که همینجوری سردرگم باشم.